سیستم ذهنی بعضیا برای زندگی خیلی ارزش قائله و این ربطی هم به زمان جنگ نداره فقط. سلام، من فاطمه سعادت سعید هستم. یک غریزه زندگی و مرگی که فرود ازش حرف میزنه رو با مثالای ملموس بررسی بکنیم. توی اطرافیان، دوستان، آشنایانتون کسی رو میشناسین که مثلا به کلاس زبان رفتن یک کسی از بچهای فامیل خیلی اهمیت میده، یا مثلا یه بچه نقاشی میکشه، هیچ کس اون نقاشی رو نمیبینه ها، ولی این آدم توجهش جلب میشه به اون نقاشی و توجه میکنه، تحسین میکنه، تعریف میکنه. یا مثلا از سالمندای فامیل میخواد که بلند شن، راه برن که مبادا بدنشون تحلیل بره. حدس میزنم یه خاله‌ای، زندایی یا حتی شاید مامان خودتون تا الان اومده باشه توی ذهنتون. اسکار شیندلر هم دقیقاً از همون آدماست. داره میگرده ببینه توی تاریک ترین لحظه هایی که دنیا داره به خودش میبینه چجوری میشه جون چند تا انسان رو نجات داد. چون در زمانی که داستان فیلم داره اتفاق میفته ما میبینیم که دنیا رنگ و بوی مرگ داره. بیایید یه ذره عمیق‌تر بشیم توی این مفهوم غریزه زندگی. این نوجوانایی هستن که ما توی اخبار میشنویم که مثلا از یه روستای دور افتاده این آدم رتبه خیلی خوبی توی کنکور گرفته یا دانشگاه خیلی خوب قبول شده. تحلیل ما از این داستانا چی میتونه باشه؟ این که مثلا بگیم که خب اینا باهوشن دیگه، یا بگیم اینا استثناءن، یا مثلا یه نگاه محبت آمیز همراه با رگه هایی از ترحم داشته باشیم. همین. واقعیت اینه که اینجا یه اتفاق خیلی بزرگ داره اتفاق میفته. این نوجوان و این آدم روی یه مسیری انرژی گذاری روانی کرده که قرار پیامدهای خیلی بزرگی مثل تغییرهای خیلی بزرگ داشته باشه. مامان بابای این بچه هم انرژی گذاری روانی کردن روی حمایت از این بچه و مسئله اینه که این آدم مهمه، خیلی هم مهمه. پس فردا همین آدم یه جاده رو آسفالت کرده برای پسرخالش که حالا اونم بیفته توی این مسیر. پس یادمون نره دنبال غریزه مرگ و زندگی قرار نیستش که فقط توی جنگا بگردیم. کسی که مانع درس خوندن یک کسی میشه، کسی که مانع کار کردن یه آدم دیگه میشه که شاید حتی این مانع شدن خیلی ضایع و آشکار هم نباشه، این همش در مسیر غریزه مرگ. یعنی این مانع شدن، ظهور غریزه مرگ، نابودی و اضمحلاله. پس مهمه که ما کجا انرژی گذاری روانی میکنیم و شیندلر انرژی گذاری روانی کرده روی نجات یه عده‌ای از آدما و خیلی هم مسئولیت پذیره. من لازم دونستم که این مقدمه رو حتما بگم و بعد وارد بحث اصلی خود فیلم بشیم. یکی از ویژگی‌های شخصیتی شیندلر اینه که مسئولیت پذیره و وفاداره. به تک تک آدم‌هایی که مسئولیتشون رو بر عهده گرفته وفاداره و روی هر اسم هم حساسه. یعنی ما میبینیم یه جاهایی به خاطر یه اسم میره میگرده، یکی رو پیدا میکنه میاره. بارها دیدیم که حسابدارش اشترن رو میره میگرده، از یه جمعیتی پیدا میکنه برش میداره برمیگردونه توی کارخونه. یا اون مامان بابای اون دختره که بهش التماس کرد که مامان بابای منو نجات بده، میره میگرده اسم این دوتا مامان بابا رو پیدا میکنه، اون دوتا رو میاره بیرون. و این مسئولیت پذیری یه جنبه خیلی قابل توجه داره. ببینید یه زمانی هست، یه وقت یه کسی یه کاری رو به عهده ما میسپاره و ما اونو قبول میکنیم و خیلی هم خوب پیگیری میکنیم، مسئولیت پذیر هستیم. یه زمانی هست من خودم میرم یه کاری رو از رو زمین بر میدارم، انجامش میدم. کسی به من نگفته، کسی به شیندلر نگفته برو جون این 1000 نفر رو نجات بده. این که کسی از شما نخواد ولی شما بری یه حرکتی در جهت نفع جامعه انجام بدی، البته نفع جامعه هم نه، چون که این حرف خیلی خطرناکه. هر کسی هنوز هیچی نشده فکر میکنه که صلاحیت اینو داره که مثلا در جهت نفع جامعه حرکتی برداره و فاز فرهنگسازی و اینا برمیداره. این که کسی از شما نخواد اما شما در جهت کمک به یه آدمی که نزدیکته یه قدمی برداری، این خودش یه لول دیگه ای از مسئولیت پذیریه و این باعث میشه که شما شخصیتت از اون سطحی که فقط روی خودم متمرکزه فراتر بره و
جزئیات دیگری پیدا بکنه. 4 تا آدم دیگه بیاد و این شخصیت شما رو گسترش بده. و حالا نکته اینجاست که شیندلر میتونست جون این تعداد آدم رو نجات بده و همین کارو کرد. هرچند که مثلا توی سکانس آخر میبینیم که این آدم میگه که ای کاش میتونستم جون یکی دیگرم نجات بدم، شاید میتونستم جون یکی 2 نفر دیگرم نجات بدم. اینو میبینیم، ولی مسئله اینه توان اون آدم انقدر بود و همون کار رو انجام داد. حالا ما باید ببینیم توان ما چقدره. و میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ممکنه شما در اطرافیانتون دیده باشین یه سری آدما رو که با هدف کمک کردن به یکی دیگه میرن و زندگی نزدیکان خودشون رو خراب میکنن. یعنی تصوری که از کمک کردن و انجام وظیفه دارن خیلی افسانه‌ای و اسطوره‌ای، مثل تو فیلماست. اینا فکر میکنن من الان باید همینجا رو ول کنم برم یه جای دیگر رو بگیرم. میره یه کمک افسانه‌ای میکنه به زعم خودش، اما یه ظلم خیلی بزرگ هم تو خونه خودش انجام داده. مسئولیت تربیت بچهش و مراقبت از بچه خودش رو داشته، اینو ول میکنه میره به بچه یکی دیگه میچسبه. خب پس فراموش نکنیم ما همه دنیا رو نمیتونیم نجات بدیم و شیندلر هم نمیتونست. و یه مسئله اینجا به وجود میاد که ما در همین نقطه دقیقاً جلومون یه تراژدی خیلی بزرگ قرار میگیره. یعنی برای شیندلر اینه که خب من الان جون این 1100 نفر رو نجات دادم، جون بقیه چی؟ جون اون 3 میلیون آدم دیگه چی؟ و این تراژدی میتونه من رو ببره سمت این که بیخیال این 1000 نفر که هیچی نیست در مقابل اون عدد 3 میلیون مثلا. این واقعیت و این تراژدی میتونه مغز ما رو قفل بکنه اگر که ما ذهنیت نتیجه گرا داشته باشیم. در ذهنیت نتیجه گرا من میشم حساب کتاب میکنم. شیندلر میتونست با خودش حساب کتاب بکنه، مثلا میصرفه من انقدر پول بدم اینا رو نجات بدم، مثلا 1000 نفر در قیاس با یه جمعیت میلیونی ارزشی داره یا نداره. ولی من شیندلر رو وظیفه گرا دیدم. یعنی این آدم به جای اینکه بیاد حساب کتاب بکنه میصرفه این کار رو انجام بدم یا نمیصرفه، اومد پولای خودش رو حساب کتاب کرد. ولی چقدر پول دارم برم اینقدر آدم رو مثلا بیارم تو کارخونه خودم و اینا رو مثلا از مرگ نجاتشون بدم. و میره به همون تعداد آدم اسم جمع میکنه، یه لیست آماده میکنه و اسم فیلم هم که میدونیم چیه که فهرست شیندلره. و در این حرکت وظیفه گرایانه یه جور وفاداری و حس عاطفی هم وجود داره. یه سکانسی هست توی فیلم اگر که دیده باشین، یه قطاری داره میره سمت این که آدمای داخل اون قطار کشته بشن. همه چیز مشخصه، قطار کیپ تا کیپ پر شده، هوا گرمه، همه ما میدونیم که این قطار داره کجا میره، چه اتفاقی قراره برای این آدما بیفته. این آدما توی قطار دارن از گرما هلاک میشن و شیندلر یه تصمیمی میگیره اینجا. با خودش نمیگه اینا که قراره 5 دقیقه دیگه برن بمیرن، بلکه با خودش این تصمیم رو میگیره الان من چی کار میتونم بکنم. مسئله این نیست. دوباره میخوام برگردم به همون وظیفه گرایی و نتیجه گرایی. نتیجه به ما اینو میگه اینا قراره برن بمیرن، ولش کن، آب هدر ندم من واسه اینا تو این وضعیت. ولی وظیفه گرایی چی میگه؟ من الان برای اینا چی کار میتونم بکنم؟ شروع میکنه شیلنگ آبو میاره و با یه دستیسه‌ای هم میچینه، چون کسی قرار نیست بفهمه که شیندلر قراره به اینا کمک بکنه دیگه. میگه من میخوام اینا رو مثلا اذیت کنیم بشینیم بخندیم. با این حیله شیلنگ آبو میاره و روی قطار آب میریزه. این کار به جز این که شیندلر به نتیجه و ته ماجرا کاری نداره و فقط به این فکر میکنه که الان، تاکید میکنم الان من چه کاری میتونم انجام بدم، چه توضیحی میتونه داشته باشه. من وقتی به شخصیت این آدم فکر میکنم و نگاهش میکنم، این بیت شعر برام تداعی میشه. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نیی هزاری، تو چراغ خود برافروز. خداحافظ.